برادران عزیز، امروز من یک چیزی گفتنی هستم. بسیاری دوستان یک کاری خطا میکنن، هزارها عذر میخواهم من. اونها کوشش میکنن که زکات خودشان را در این ماه مبارک برآورده کنند چون که ثوابش بیشتر شود. و خطاگی اونها در این است که زکات رکن از ارکان اسلام است. اون وقتی وقت و معیار خودش را دارد، زمان خودش را دارد. وقتی که شما ماه ینور صاحب زکات شدید، ماه ینور آمد بالای اون دارایی شما، یک سال گذشت، در ماه ینور شما باید زکات را برآورده کنید. زکات رکن از ارکان اسلام است. در حالت دیر کردن و تأخیر کردن شما گناهگار میشوید. بنابراین زکات همیشه برای اینکه در موقع خودش برسد، برای انسان رکن از ارکان اسلام را ادا کرد و اجر پاداش خودش را گرفت. نباید دوستان انتظار شود. بعضی از برادران نگاه میکنند دهه اول، دهه میانه و در دهه آخر که شبهای قدر است، در اون هنگام زکاتش را میدهند. حالا که علما و فقها بر این هستند که اگر کسی زکاتش در ماه مبارک رمضان باشد، در روزهای اولی ماه مبارک رمضان باید زکاتش را ادا کند. این را باید دوستان لحاظ کنند، این چیز را باید بفهمند، با این خطاگی راه ندهند.